سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من ساجدم و به چنل من خوش اومدید. امروز قراره درباره یک سری کتاب‌هایی که این مدت خوندم حرف بزنیم. خب اول اینو بگم که یه مدت ویدیو نگرفتم به خاطر اینکه هم یه سری کتاب نصفه داشتم که باید اونها رو میخوندم، هم اینکه درگیر بقا و زنده موندن بودم. به خاطر همین دیگه خیلی وقت نشد که بیام ویدیو بگیرم، خیلی هم حال و حوصله نداشتم راستش. ولی خب الان اینجام و اولین کتابی که میخوایم دربارش حرف بزنیم عجیب ترین کتابیه که من خوندم حداقل تو این مدت و میتونه جزو یکی از عجیب ترین کتاب‌های باشه که در کل زندگیم خوندم و اون کتاب هست عرق سردی از جنس فرانک سیسیو از میرا آمیر. خب داستان آشنایی من با این کتاب اینه که نویسنده و طراح جلد این کتاب که خب این نقاشی خاص خودشه توی خیابون انقلاب نزدیک دانشگاه تهران بساط میکرد، نقاشیاش و کتابهاش رو میفروخت و خب من اینو می‌دیدم و برام جالب بود که میخواستم بدونم چیه، چون مثلا میشنیدم که با آدمای دیگه درباره‌شون حرف میزنه. چند بارم خودم رفتم و دیگه یه بار تصمیم گرفتم که بخرم کتابا رو. رفتم نگاه کردم، این پشت جلد خوندم و به نظرم خیلی جالب و جذاب اومد. برای همین دیگه خریدمشون. حالا ببینید اون موقع شاید به خاطر اینکه روی مود بهتری بودم یا خیلی شوق و ذوق داشتم برای کتاب‌ها، خیلی به نظرم جالب و خفن بود و الان هم که خوندم به نظرم باحاله، ولی یه خوردم خب خیلی تم دارک و سورئال و وحشتناکی داره، یعنی پر توصیفات چندش و حال به هم زنه، یه سری خشونت‌های خیلی وحشتناکی داره و در کل خیلی تجربه قشنگی نبود خوندنش، چون خیلی اعصاب خردکن بود راستش رو بخواید. ولی این کتاب کلاً 60 صفحه است و من فکر می‌کردم که حالت یک داستان‌های کوتاهی باشه که به هم مربوطن، ولی اینجوری نبود. در اصل یک خط داستانی رو داره روایت میکنه، اما نه به طور خطی و اینجوریه که اول کتاب میاد آخرش رو میگه و بعد دوباره به آخر کتاب که میرسیم یه خورده بیشتر براتون جا میفته که داستان از چه قراره، ولی وسط کتاب که هستیم اینجورین که این چی اصلا من دارم میخونم، هیچیش معلوم نیست. بعد این شخص فرانک سیسیو نمیتونم بگم که چیه، نمیتونم بگم چه موجودیه، چون خیلی درک نکردم در اصل کتاب رو. خیلی فضای عجیب غریبی داره، توصیفاتش که گفتم چقدر عجیبه و یه حالت این کتاب حالت یه سری سرگذشت فرانک سیسیوه که فکر میکنم یه آدمیه که اسکیزوفرنی داره و خب درباره همون حرف میزنه بیشتر و مرتکب یک سری کارهای وحشتناکی شده و درباره اونها میاد صحبت میکنه. یه چیزیش که خیلی عجیبش کرد آخرین پینوشت کتابه که درباره مصرف LSDه و من اینجوری بودم که خب پس نویسنده خودش هم LSD مصرف کرده و این کتابو بعدش اومده نوشته. بخاطر اینکه خیلی کتابیه که وقتی میخونیدش مطمئنید که اینو نمیتونه یه آدم تو حالت عادی نوشته باشه. اگه کتاب یا فیلم نیکد لانچ رو باهاش آشنایی داشته باشید یه همچین حالتی داره، ولی باز نیکد لانچ 100,000 برابر از همه چیزایی که خوندم یا دیدم عجیب تره. آره خلاصه تجربه جالب و عجیبی بود. نمیتونم بگم که به کسی پیشنهادش میکنم، چون خودم هنوز حس میکنم که مغزم رو از دست دادم از خوندنش. اینو میذاریم کنار. کتاب بعدی که خوندم نقشه هایی برای گم شدن از نشر اطراف، نویسنده ربکا سولنیت. این کتاب تا یه حدودی اون تجربه عجیب غریب کتاب فرانک سیسیو رو شست. خب این کتاب یه مجموع جزء داره و همونطور که از اسمش مشخصه کتاب دقیقاً درباره گم شدنه. کلا درباره این میگه سولنیت که چقدر گم شدن و اون حس رهایی و بی‌دغدغگی توی دنیای امروز مهمه. مثلا از تجربه افرادی که توی کوهستان گم شدن یا تجربه خودش وقتی که یک مسیر ناشناخته‌ای رو انتخاب میکنه زندگی میکنه، درباره اینها میگه. خود سولنیت استاد فلسفه دانشگاهه و خب طبیعتاً خیلی رویکردهای فلسفی هم داره توی کتابش. من دوست داشتم در کل کتابو، ولی خب یه چیزی که اول از همه تو ذوقم زد این بود که یعنی چی اصلا گم شدن؟ من خودم تو زندگیم گمم، احتیاج دارم یکی پیدام کنه. ولی من گفتم که در حال این دغدغه‌های اروپایی اشکالی نداره، بیا ما هم سعی کنیم که همزاد پنداری کنیم باهاشون. بعد دیگه جالب بود تجربهش، فقط یک مشکلی که باز داشتم این بود که حس کردم مطالب توی یک جستار خیلی یه جاهای منسجم نیستن، خیلی از هم دیگه جدا میشن، درباره یه سری موضوعات دیگه انگار حرف میزنه. کلا توی جستار این حالت رو
یه وقتایی دیدم توی سری جزدارها که خیلی جریان سیال ذهن نویسنده است و این رو دوست داشتم همیشه، ولی اینجا یه خورده اذیتم می‌کرد تو بعضی جزدارهاش. در کل کتاب خوب بود. کتاب بعدی یک کتاب درباره سیر تاریخ و تاریخچه بشریت، کتاب این جهان گذرا از نشر بیتگل، نویسندش دیوید کریستچن هست. خب کتاب توسط یک معلم تاریخ نوشته شده و اصلا هدفش رو از همون اول مشخص میکنه که این کتاب برای معلم‌های تاریخ و مثلا کسایی که میخوان بدونن که چطوری میتونیم تاریخ رو خوب درس بدیم و کلا میاد درباره سیر مطالعات تاریخ و یه حالتی کتاب تاریخ کوچولو و جمع و جوره. میاد از قبل از اینکه کیهان شکل بگیره شروع میکنه، میاد انقلاب نوسنگی، سیر تحول بشر و حتی تا جهان امروز، مثل چیزایی مثل مصرفگرایی، مدرنیته و از اینجور قبیل داستان‌های که دوست داشتم کتابش رو. کتاب خوبی بود. خیلی خلاصه است دیگه، نباید به چشم یک کتاب خیلی جامع نگاه کنید بهش. خودش هم میگه که این خردترین کتاب در زمینه تاریخ کلانه و خیلی توصیف درستیه. با این حال کتاب خوبی بود، من دوستش داشتم. اگه به تاریخ علاقه دارید احتمالاً از این خوشتون بیاد. وسط کتاب‌ها یک آپدیتی میدم از سریال هام. سریال شرینکینگ فصل 2 تموم شد. خیلی ناراحتم. باید منتظر بمونم فصل 6 بیاد. یه خورده از این ناراحتم. سریال Somebody Somewhere که مورد علاقه‌مه، خیلی خیلی دوستش دارم. اون هم تموم شد متاسفانه و اون دیگه فکر کنم آخر سریال بود. احتمالاً فصل دیگه برای ساخته نشه. اگه ساخته بشه که من خیلی استقبال میکنم و فوق‌العاده است، سریالش خیلی قشنگه. از روزمرگی ها بگم کار خیلی خاصی نمیکنم راستش، بیشتر دارم کار دانشگاه رو میکنم، میرم دانشگاه برمیگردم، تلاش برای بقا میکنم، اینو گفتم، فیلم و سریال میبینم و از اینجور کارا. خیلی فعالیت خاصی ندارم. نمیدونم هم چجوری میشه فعالیت خاصی داشت اصلا. به هر حال خیلی ناراضی هم نیستم از این ول، به نظرم وضع خوبیه. بلک فرایدی 2 تا کتاب خریدم، کتاب انگلیسی گرفتم که اینا هم. یکیشون کتاب اینترمزو، جدیدترین کتاب سالی رونی هست. سالی رونی نویسنده نورمال پیپل و کانورسیشن ویت فرندز که من اون 2 تا کتاب رو خیلی دوست داشتم و سریال هاشون رو هم دیدم و عاشقشون شدم. بی‌نظیر بود، برای همین خیلی عاشق دنیای سالی رونی و کلا طوری که شخصیت ها رو میسازه، توصیف میکنه خیلی عاشق شدم و به نظرم این کتابش هم میتونه خیلی جالب باشه و اینکه یه سری ارجاعات و یه سری ربط های هم به شطرنج داره. من شطرنج خیلی دوست دارم و به نظرم باحال. این از این. اینو کلا 2 تا چپتر ازش خوندم، خیلی نخوندم ولی دوست دارم توصیفاتش رو. میدونید توصیفاتش یه جوریه که هم خیلی ملموسه، هم اولین بار که میخونیش یه حالت غافلگیری بهت دست میده که چرا داری اینو الان میگی، ولی خب یه جور اذیت کننده ای نیست، خوبه. کتاب بعدی هم که گرفتم کتاب بابل هست، آرف کوانگ، که خب این هم یه کتاب دارک آکادمیاه و من خیلی اطلاعات خاص درباره ندارم، فقط اینکه خیلی همه ازش تعریف میکردن. منم خیلی وقت بود میخواستم بخونمش دیگه، توی بلک فرایدی تخفیف هم داشت گرفتمش. جلدش هم خیلی خوشگله. ولی طبق یک چیزی که فهمیدم اینکه کتابش خب خیلی طولانیه دیگه، قطرش رو نگاه کنید و مثلا یکی داشت میگفتش که تا 350 صفحه ازش خونده و هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. نمیدونم اگه اینجوری باشه یکم ناراحت میشم. و یه کتابی رو هم تابستون خریده بودم و منتظر بودم که هوا سرد چه شروع کنم بخونمش. اردوی زمستانی از امانوئل کارر، نشر مد چاپش کرده، ترجمه ابوالفضل الله دادی که کتاب خصم رو هم از کارر که خوندم از همین نشر ابوالفضل الله دادی ترجمه کرده و خیلی ترجمه عالیه. خیلی از این کتاب خوشم اومده، نصفش کردم تقریبا و توی یک نشست نصفش کردم، یعنی انقدر داستان گیرا و قشنگی داشت. شما هم میخواید همینجوری بیشتر بخونیدش، حداقل برای من که تجربهش اینجوری بود. درباره داستان بخوام بگم، داستان یک بچه نیکولا که یه بچه خیلی استرسیه، خیلی میترسه از همه چیز به خاطر مام باباش که اونا خیلی استرسی هستن و اونا از همه چیز ترسوندنش و این یه روز حالا با بدبختی پدر مادرش راضی میشن بذارن این بره یه اردوی زمستونی و اونجا باباش میگه من خودم میرسونمت، چون استرسیه باباش، و ساک لباس ها و وسایل نیکولا رو جا میذاره توی ماشینش و اصلا به نیکولا نمیده و دیگه داستان از همینجا شروع میشه و نیکولای با خودش فکر میکنه که خب حالا فردا برمیگرده، بالاخره صندوق ماشینش که باز میکنه که میفهمه ساک من اونجاست، پس برمیگرده بهم میده، ولی خب بر نمیگرده
یه مدتی و آره دیگه همین اینجا داستان شروع میشه. پشت کتاب نوشته از همون اول ما میتونیم سایه ترس و وحشت نیکولا رو بفهمیم و واقعا همین جوریه. خیلی ملموس داستان، مثلا اگه یکم آدم استرسی و اضطرابی باشید کاملا اینو درک میکنید و من تو بچگیم همین تجربه هایی داشتم، اینکه همش فکر میکردم کوله پشتیمو جا میذارم میخوام برم مدرسه و خیلی وحشتناک و ترسناک بود. ژان کلود رومان که همون شخصیت اصلی کتاب خصم هستش و کار دربارش نوشته، وقتی که این کتاب رو میخونه توی زندانه و این کتاب رو که میخونه میگه که خیلی از این کتاب خوشم اومد، خیلی زیبا نوشته بودی، اینو برای کارر مینویسه و میگه که تجربه این کودکی نیکولا خیلی مثل تجربه بچگی خودمه و فکر میکنم که فضایی که خب کارر به هر حال نوشته یکم تاثیر پذیرفته از اون اتفاقاتیه که برای ژان کلود رومان افتاده و توی کتاب خصم تجربهش کرد. این رو هم یادم رفت بهتون بگم که یه دونه کتاب ای بوک هم دارم میخونم، کتاب شهر خرس یا برتاون از فردریک بکمن که نویسنده سوئدیه و من عاشقشم. یکی از نازترین نویسنده هاست، خیلی قشنگ مینویسه و مطمئن باشید هر وقت که ناراحت شدید میتونید برید سراغ کتابای بکمن بخونیدشون و حالتون کاملا خوب بشه. توی کتاباش انقدر مفاهیم عمیقی درباره روابط انسانی و احساسات و افکار پرداخته که من خیلی دوستش دارم و هر بار کلی چیز ازش یاد میگیرم، واقعا مثل کلاس درس میمونه کتاباش. این کتابش هم خیلی مناسب فصل زمستونه، درباره یک شهری که هاکی خیلی توش نقش مهمی داره و کلا درباره هاکیه و شخصیت‌هاش هم خیلی روون و ساده و قشنگه، خیلی هم چیزش خوبه. اینم از کتاب‌هایی که این مدت خوندم و در حال خوندنشونم. اینان و راضیم از خودم، خوشحالم. شما هم درباره کتابایی که میخونید بگیرین که روزمرگیاتون رو چجوری میگذرونید و خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.